الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جمعه گذشته مطالبه در رابطه با تقوا خدمت سروران و عزیزان بیان شد و پیرامون همون صحبتها چیزی که بسیار مهم هست و حیاتیه بسیار حیاتی و مهم هست آنه که ما با خدا زندگی کنیم و هر جا هستیم با خدا باشیم و با خدا زندگی کردن، با خدا بودن بزرگترین سعادت برای انسان و بالاترین موفقیت را به دنبال دارد. دنیای ما، سعادت دنیای ما و سعادت آخرت، سربلندی دنیا و سربلندی آخرت همه و همه با الله تعالی هست، دست پروردگار است. تا الله سبحانه و تعالی امدادش، نصرتش، نظر لطفش شامل حال انسان نباشه، انسان سعادت و کامیابی ندارد، موفقیت ندارد. موفقیت انسان زمانی هست که الله را داشته باشد، رضایت الله، خوشنودی الله. و این نقطه حیاتی است برای بشر، نقطه مهم برای انسان است که با خدا باشد و با خدا زندگی کند. زمان ما می توانیم که با الله تعالی باشیم، الله با ما باشد و خدا را داشته باشیم که راه درست بریم، راه صحیح را بریم و مراعات کنیم دستورات الله تعالی را، رعایت کنیم حقوق الله را، از خدا سرپیچی نکنیم، از الله تعالی دستورات الله تمرد نکنیم، حقوق الناس رعایت کنیم،
و به حقوق مردم تجاوز نکنیم. به حقوق مردم وقتی که انسان تجاوز نمی کنه و حقوق الناس رعایت می کند، حقوق الله را رعایت می کند، برخلاف راه عقل نمیره، برخلاف راه وحی و دستور شریعت عمل نمی کند، گرفتار هوا و هوس نشود، هواهای نفسانی را دنبال نکنه و اطاعت نکند، پیرو نفس نباشه، تابع نفس نباشد، نفس اماره و او با الله تعالی است و الله تعالی با او هست. رشته داری را و صله رحمی را در نظر بگیره، قطع نکنه صله رحمی را، قرابت نادیده نگیره، انسانیت را نادیده نگیره و حقوق انسان ها را مراعات کنه، حتی حقوق همه حیوانات. حیوانات هم وقتی که بر حیوانات کسی ظلم بکنه هم گرفتار ظلم میشه، گرفتار مشکل میشود. حیوانات هم حق دارند و اگر ما جلوتر فکر کنیم حتی همه این اشیاء را الله تعالی حق داده که در حقوق هیچ چیزی تجاوز نشه، منابع طبیعی را تخریب نکنیم که این هم بالاخره حقوق مردم هست. مناظر طبیعی و منابع طبیعی، محیط زیست، هم برای زندگی انسان ها و هم برای حیوانات. زندگی حیوانات را خراب نکنیم، زندگی انسان ها را ویران نکنیم، محیط زندگیشون را، و این همه حقوق. جنگل ها را نسوزیم، جنگل ها را انسان تخریب نکنن و این همه این تخریب ها که ضرر به انسان ها میرسانه، فساد در زمین و حیوانات را از بین بردن و نسل حیوانی را از بین بردن را قرآن فساد فی الارض تعبیر کرده و یفسدون فی الارض. کسانی که حیوانات بکشن و قتل کنن، مایه ها را در دریا بدون جهات و بدون منافع از بین ببرن، حیوانات از بین ببرن، منابع طبیعی را تخریب کنند و از بین برن، اینا همه ظلم در حق انسان ها، ظلم در حق زیست و زندگیه. لہذا انسان با خدا، انسانی که حقوق را رعایت بکنه و همه چیز را مراعات کند و هیچ چیزی را از بین نبره، انسان با خدا ارزش داری عزیزان من زندگی با الله تعالی. برحال هرچه ما اینجا زندگی بکنیم و عمر طولانی داشته باشیم، اینجا هم نیاز به الله داریم و وقتی که میمیریم و به بارگاه الله میرویم، آنجا هم نیاز به الله تعالی داریم، در قبر و در آخرت. آنجا هم الله است که میامرزد، میبخشد، مورد رحم قرار میدهد و الله است که به عذاب گرفتار میکند. اگر الله را ناراض بکنه انسان، هم در دنیا سعادت نمیبینه و اگر در دنیا استدراجان الله تعالی او را مشکل بر سرش نیارد، در آخرت 100% گرفتاره. توصیه بنده به همه شما و جوانان مخصوصا آنه که با خدا زندگی کنید، جوانان شهر، جوانان منطقه، جوانان کشور، زنان
و همه طیفها و طبقات الله را داشته باشید. موفقیت من و شما در آن است که ما پروردگار را داشته باشیم و خدا با ما باشه. هم حقوق الله را، حق پروردگار که رب ماست، فرامین و دستورات الله تعالی باید عمل بشود. آنچه که الله تعالی من کرده و جز محرمات قرار داده ما پرهیز بکنیم که این دستور الله است. و حقوق الناس رعایت کنیم. تقوا و پرهیزگاری همینه. و ما وقتی که با تقوا زندگی کنیم، هم در دنیا سعادت مندیم و هم در آخرت سعادت مندیم. خدا هست که انسان از فیروزی عنایت میکنه. خدا هست که انسان کامیاب میکند. خدا هست که انسان موفق میکنه. دعا میکنید، دعای شما را انتظار دارید الله اجابت کنه. خدا را فریاد میزنیم، انتظار داریم که الله دعای ما را، فریاد ما را بشنود. و لحاظا ما پروردگار را رعایت کنیم، اطاعت کنیم از خدای عزوجل، از دستورات پروردگار اطاعت کنیم و رعایت کنیم. و این اولی توصیه بند خدمت شما است. نمازها را ضایع نکنید و نمازها را سر وقت ادا کنید و با حضور قلب و با توجه نماز بخونید. و نکته دوم که خدمت شما میخواستم عرض بکنم در رابطه با همین مسئله روز هست و جریاناتی که به هر حال توی فلسطین، سرزمینه فلسطین، در غزه، در اسرائیل در جریان داره. و لحظه کلمات شکسته عرض بکنم و اینی که ما سعی بکنیم که همیشه منصف باشیم و انصاف در نظر بگیریم و واقعیت ها را هیچ وقت از چشم از واقعیت ها نبندیم. قضاوت ما همیشه قضاوت عادلانه باشه، منصفانه باشه و دنبال احساسات نریم. واقعیت ها را ببینیم که واقعیت ها چه هستند. اگر ما واقعیت ها را ببینیم، همون که میگیم ما الله تعالی را رعایت کردیم و انصاف را رعایت کردیم، عدالت را رعایت کردیم. و آنچه که امروز در شهر غزه در جریان داره چیزی است که برای هیچ کسی قابل تحمل و قابل قبول نیست که وجدان بیداری داشته باشه و به دید انصاف نگاه کنه، واقعیت ها را ببینه. هیچ انسانی که وجدان داره و روی انسانیت فکر میکنه، انسانیت فکر میکنه، انسانیت مهمه، روی بشر فکر میکنه که همه اینا بشر قطع نظر. ما میگیم که نه آقا مسلمانی را نگاه کنیم و نه گروه دیگر یهودی ها یهودیت تا نگاه کنن. نه مسلمان این که اهل غزه مسلمانان، قطع نظر از این که مسلمانان، انسانان، بشران. و همه مردم دنیا که امروز انسان دوستی را ذکر می کنند و همه مردم دنیا که روی حقوق انسان فکر می کنند، روی حق بشر فکر می کنند، روی کرامت بشر، احترام بشر، حقوق بشر، برای هیچ کسی انسانها قابل قبول نیست، قابل تحمل نیست که به این صورت
حالا دولت مسئولان اسرائیل میگویند، ارتش اسرائیل میگه که بر ما ظلم شده است و اگر بر اونها اون مسائلی که بر اونها رفته هیچ کسی اون مسئله رو تایید نمیکنه، نمیتونه از او حمایت کنه. درسته، ولی حالا شما داری چه کاری میکنید؟ آیا هیچ جای قوانین بین المللی و قوانین دنیا اجازه میدن؟ آیا هیچ عقل و منطق اجازه میده که به این صورت انسان ها قتل عام بشن؟ بلاوقت شما میگید اون طرف مثلا 1500 نفر کشته شده یا بیشتر علا رفته، ولی اینجا 10,000 نفر کشته بشه، نزدیک به 10,000 9,000 تا دیشب آمار میدادن رسانه ها که کشته شده است و اغلبشون غالبشون حدود 4,000 نفر طفلن. در هر خانه اگر مادر و پدرن 5 تا فرزند دارن 6 تا فرزند دارن، بچه ها بیشترن، جمعیت بچه ها بیشتره، بعد مردم ممکنه که فرار کنه، کسی میتونه، ولی بچه ها که رای فرار نداره. که بچه ها طفلن، شیرخواره، بچه های آموزش و پرورش و دانش آموزن، دانشجوان و اینها دارن کشته میشند و زنان کشته میشن. بیشترین کشته مال این دو کشوره، تلفات خیلی سنگینه و شهری که بیش از 2 میلیون جمعیت داره نصف شهر از بین رفته و تخریب شده است و ویرانه به خاک یکسان شده. آیا وجدان در دنیا، آیا عقل قبول میکنه این منطقه که این اینطور؟ حالا میگن که ما به حماس مثلا دشمنی، ما حماس در برابر ما زده و شما با این زنها و کودکها و این شهر که غیر نظامی تویش غالبا نظامی ها محدودن، آیا شما برای اون نظامی های محدود مجوز دارید که این همه مردم را لطفار کنید و از بین ببرید و از سرمایه های اینها را، خانه های اینها را ویران کنید و تباه کنید، سرمایه زندگیشون، و خودشون هم کشته بشن و دهها و صدها طفل بدون مادر و پدر یتیم و آواره به بگذاریده. اجازه داده میشه برای شما؟ من تعجبم که چگونه این دولت های دنیا بالاخره که الله تعالی به این قدرت داده، امکانات داده، چگونه اینها نتوانستند تا حالا جلو اسرائیل بگیره از این کار؟ حکومت اسرائیل، مسئولان، ارتش اسرائیل که به این اندازه ظلم بکنه، این جمعیت انسان از بین ببره و شهر از بین ببره و آواره و بدبختشون بکنه، که شما میخواهید با بالاخره یک گروه نه دولته، با یک گروه شما درگیر استید و دارید می جنگید و بالاخره این همه انسان های بی گناه، بی دفاع، زن و کودک و بچه، اینها را از بین ببرید و خانه هاشون را از بین ببرید. بالاخره این کشورهای اسلامی هستند. کشورهای عربی کجاند؟ کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه، کشورها، همه کشورها بالاخره اسلامی و غیر اسلامی، همه تو این مسائل فکر میکنند چرا اینها نیایند جلو اسرائیل نگیرند. امریکایی ها که اونجا بالاخره حقوق بشر هست و بسیاری از مجامع دیگر هست و همیشه از انسان صحبت میکنند، حقوق انسان، چگونه امریکایی ها اینها را تجهیز کردند
و بعد نوگانهای خودشون را همه آوردن توی منطقه و حفاظت میکنن که گروه های دیگه وارد جنگ نشن بر سر اسرائیل توی این منطقه و حفاظت میکنن، از اونا دفاع میکنن. چرا دستشون نگیرند از این کار، از این جنایتی که داری انجام میگیره؟ و همچنان اروپایی ها، کشورهای اروپایی صحبت از انصافه، صحبت از انسان دوستیه، صحبت از انسانیت. و بالاخره اینها اگر مسلمان باشن، اگر یهودی باشن، اگر هر طایفه و هر تباری باشن، به این صورت نابود کردن اینها و کشتن اینها درست نیست و صحیح نیست و یک فاجعه انسانی داره انجام میگیره و یک جنایت بزرگی است و این جنایت علیه بشریت و لحاظا باید دست اینها گرفته بشه. باید همه این دولت ها باید جلوتر می گرفتن، نگذاشته که کار به اینجا برسه. و لحاظا کار به جای حساس رسیده و بسیار تباهی به جا گذاشته است و اینها چرا برنگردن مسائل از رای سیاسی حل کنند؟ چرا مسائل از رای گفتمان حل نشه و به گفتمان برگردن، به مسائل به مذاکره برگردن؟ همین مسئله که الان من یک دو جمعه قبل یک مطلبی گفتم که 75 ساله که اختلاف در این سرزمین جریان داشته و دهها و صدها قطعنامه به سازمان ملل تصویب کرده و اینها را بیشتر اسرائیل که قدرت داشته، توانایی داشته، اجرا نکرده و سر باز زده از این قطعنامه ها و فرمان نبرده. و یکی از این قطعنامه ها در گذشته همین بوده است که دو دولت مستقل میتونه اختلاف حل بکنه و الان هم ما خوشحالیم که در سازمان ملل طرحی که کشورهای عربی بردن که دو تا دولت مستقل باشن و همین طرح با رای اکثر ریت به تصویب رسیده و ما خوشحالیم که جمهوری اسلامی هم به همین رای داده، کشور خودمون، که این دو تا دولت مستقل، دولت فلسطینی به پایتختی مرکزیت بیت المقدس به هر حال جدا بشه، سرنوشت هر قوم و ملت دست خودشون باشه و این اختلافات، این قبرستان ها در سرزمین های فلسطین آباد شدن، قبرستان بزرگ درست شدن از همین کشته ها و از همین تلفات و تا حالا به حل و فصل نرسیده و از راه های دیگه راه بهترین راه سیاسیه که بالاخره از این راه و لحظه ما هم چیزی نگفتیم، بنده هم همین نگفتن که نه بالاخره راه حل بهترین همینه که نه دو تا دولت مستقل در اون سرزمین باشه و عده بالاخره پرخاش کردن و علیه بنده صحبتایی کردند و به هر حال الان خب همین تصویب شده است و چیز اضافی از این گفته نشده بود. ما امیدواریم که الله تعالی این مشکلات مردم فلسطین، مردم او سرزمین برای همیشه حل بکنه. به هر حال ما مجدد از جامعه جهانی و از همه دولت‌های دنیا و از همه کسانی که روی انسانیت فکر می کنند، روی حقوق انسان فکر می کنند، از همه می خواهیم که جلوی اسرائیل را
دولت اسرائیل بگیرن، مسئولان اسرائیل متقاعد کنن، جلویشون بگیرن که دست از این جنایت خطرناک و از این بیرحمی برداره و اینها بیشتر ضایعات به وارد نشود. و این حرف اول بنده بود. نکته آخر اینه که نکته آخر آن است که چیزی که بسیار حیاتی هست، دو محورن اینها که گذشته من هم اشاراتی داشتم که یک محور عظیم و بزرگ الله تعالی هست برای همه دولت ها، برای همه حکومت ها. محور مهم الله تعالی که الله نگهداری بشه و محور دوم ملت هست و مردمان که الله تعالی در سوره مبارکه اعراف به همه اشاره داره، به سوره مبارکه انفال که ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، الله کافی از شما را و کسانی که از مؤمنین شما را تابعداری میکنه اینها کافی هستند. مهمه که هم خدا را ببینند، همه ما خدا را ببینیم و مهم است که هم ما و هم دولت ها همه انسان ها را ببینیم، انسان ها را ببینند، ملت ها ببینند. دیدن ملت و شنیدن حرف ملت و توجه کردن به خواسته های ملت، به نیاز ملت و توجه داشتن به رضایت جمهور و رضایت مردم، این بهترین سیاست و مهمترین دانش هست که ملت نگهداری بشه و ملت ها زمانی میتوانند نگهداری کنند دولت ها که از خود سعی صدر نشان بدن و از خود گذشت نشان بدن و تنگ نظری نباشه. تنگ نظری مردم ناراض میکند و مشکلات ایجاد میکنه. دید بلند و نظر وسیع و گذشت از مردم، اگر اشتباهی از مردم دیده بشه نادیده بگیرن، صرف نظر بکنن و اینن شیوه حکومت داری حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، شیوه حکومت داری در صدر اسلام بر همین بود، بر گذشت از مردم بود. آن حضرت توصیه کردن آخری لحظات که شما گذشت نشان بدید. توصیه کردن به مهاجرین و به انصار، توصیه کردن مخصوصا که از انصار اشتباهات اگر در انصار رخ بده، کوتاهی رخ بده، شما گذشت کنید، نادیده بگیرید اینا را. و همینطور چون حکومت به دست مهاجرین می افتاد و لحاظا آن حضرت توصیه کردن که به انصار شما توجه داشته باشید، نظر لطف و از کوتاهی های انصار گذشت داشته باشید. و توصیه کردن به اهل ذمه، به کسانی که در قلمرو اسلامی زندگی میکنن، غیر مسلمانان، شما به اونها در امان خدا و رسول و شما در امان خدا و رسول کسی خیانت نکنه. و توصیه کردن که حق و حقوق اونا رعایت بشه، از اونا دفاع بشه، از اونا حفاظت بشه. و چه سیاست این مهمی است، چه سیاست بزرگی است. و اینن همین طور شد، رعایت کردن، گذشته از نشان دادن. دولت ها و حاکمیت باید دیدش خیلی وسیع باشه و هم ملت ببینه، هم مردم ببیند، خواسته های اونها، نیازهای اونها، مطالبات اونها، حرف اونها را بشنود، با اونها بشیند و سعی صدر داشته باشه و گذشت داشته باشه. حالا چیزی که
متاسفانه توی کشور ما جریان داری همین است. همین مطلبی که مردم الان مشکلات دارن و مشکلات مردم برمیگرده به همین تنگ نظری برمیگردد. اگر وقتی که انسان نظر بلند داشته باشه همه را از خود میدانه و به مشکلات همه رسیدگی میکند و از همه کار میگیره و همه را نزدیک با خود میآورد و وقتی که انسان نظر بلندی داشته نباشه همون یک کشر خودش را میبینه، همون افراد میبینه که با خودش هم نظرن هم فکرن، در حالی که همه اونایی که با نظر مخالف باشند هم ملت ایران با نظر ما مخالفن ولی مردم ایرانن. تو این مصلی که نماز میخوانیم اما با نظر بنده موافق نیستن. خیلی ها ممکنه با نظر بنده موافق نباشن و نمیپسندن صحبت بنده را در بسیاری قسمت ها و به هر حال همه باید دیده بشن، همه باید تحمل بشه، همه را برداشت کنن و وقتی که همون کشری را ما ببینیم که با ما همراه است و با ما هم نظری، نتیجه میشه که بقیه از دست ما میروند. الان مسئولان که ضعیفند و مشکلات ها نمیتونن حل بکنن، گرفتاری ها بسیار در کشور بالا گرفته و اقتصاد و معیشت مردم به جای خیلی حساسی رسیده به جای خیلی سختی رسیده و به هر حال این چاره اندیشی باید بشه که فعلا هیچ چاره به نظر نمیرسه، هیچ راه، هیچ افق دیده نمیشه که مشکلات حل بشه و این همین هست که بالاخره با یک نگاه بلند با این تغییرات ایجاد بشود در کشور و لحاظا همه را باید ببینند، همه را افراد باید در مدیریت ها قرار بگیرند که بتوانند این مشکلات را چاره اندیشی بکنند، حل بکنند، با همه مذاکره انجام بگیره، صحبت انجام بگیره، دیده بشن همه مشکلات ها و این مشکلات که بسیاری الان ناله می کند توی کشور این اسباب همین هست که برای مشکلات حل مشکلات چاره اندیشی نشده و ریشه‌ای قدم های برداشته نشده است اساسی و مسئله به همون صورت باقیان و مشکلات به همون صورت هنوز هستند و گلایه‌ای که ما داریم همینه که در این ایامی که همه مردم به مسئله غزه و جریاناتی که اونجا داره رخ میدهد همه ملت به آن گرفتار هستند و پریشان بودند، در همین وقت بالاخره نمازخانه که حد 400-500 متر و فضای اون نمازخانه و مردم روز جمعه نماز میخواندند، چندین ساله که اونجا نماز برگزار میشه، متاسفانه تصرف شد و بسته شد، پلمش کردند و این گلایه ما هست، گلایه جامعه اهل سنت، گلایه همه انسانهای آزاده ایرانه که یه عبادت خانه او هم در جمهوری اسلامی که باید تشویق بشه مردم به عبادت، به نماز و حالا دین گریزی توی کشور ما زیاده، فرار از دین در اثر عمل کرده. متاسفانه سیاستمداران و این دین گریزی در انجام میگیره و مردم بدبین شدن. در این وقت غنیمتی که گروهی جای نماز بخونه و ما بیایم نمازخانه را ببندیم، جواب خدا را چه میدن؟
و لحاظ خواسته همینه که این وقت میگذاشتن که ما حرفی که بزنیم و زده بشه از مظلومان زده بشه و نه این جدت مظلومیت نمازگزاران بلند بشه و نمازگزاران ناله بکنند از مشکلی که برایشون پیش آمده. و لحاظا درخواست همینه که مخصوصا اون کسانی که اونجا نماز خواندن و درخواست همه هست که این نمازخانه و باز بشه و نمازها را تحمل کنند در کشور و عاقبت همه را الله تعالی خیر کند. توصیه آن است که من روی این حرفم یک هم توصیه دارم و اینه که به هر حال آزادی در ایران بسیار حیاتی، همه جا آزادی حیاتی، عدالت مهمه، این خواسته های محوری مردم ایران و هم عدالت اجرا بشه و تبعیضات و نابرابری هایی که موجودند همینی که نالایشون موجود هست این تبعیضات رفع بشن و همچنان خواسته عموم مردم هست که آزادی ها تامین بشن. مردم صحبت مردم انتقاد را برداشت کنند، تحمل کنند، بشنوند و روزنامه نگارانند، نویسندگانند، اهل کلامند و بالاخره اینها آزادی داشته باشند تا واقعیت ها را انعکاس بدن. و اینهایی که از روزنامه نگاران و افراد سیاسی در زندان ها هستند درخواست همه هست، خواسته عمومی که زندانی ها را آزاد کنند. و این میتونه کشور ما را به انسجام و وحدت زمانی میتونه سوق بده که مردم تحمل بشن، دیده بشن و به خواسته های مردم توجه بشه. ایام هم ایام شهادت و برادران است که در خاص شهید شدند و جنایتی که در خاص انجام گرفت و به هر حال ما و شهدای خاص را هم گرامی می‌داریم امروز در مراسممون و الله تعالی همه شهدا را رفع درجات عنایت کند و انشاءالله توصیه به آرامش هست. و صلی الله علی سیدنا محمد. یک تذکر جنازه هست، جنازه میخوانیم و تذکری بود این که یه روستایی را نزدیک زاهدان که حالا خراب کردن که مجوز نداشته و توصیه بنده به مسئولان آن است که به هر حال قانون قبل از اینکه مردم خانه می سازند و وضع ندارند نمیتوانند تو شهر زندگی کنند جای روستایی میرند خانه می سازند و لحاظا این قبلا باید جلوگیری بشه قبل از اینکه می سازه و وقتی که ساخت نباید خانهش تخریب بشه. بالاخره اینا را همین صاحب همین روستا آمدن که خیلی خساره دیدن، خانه هایشون خراب کردن، خانه قیمتی بوده و ویران شده و این کار درست نیست و از مسئولان درخواستم اینه که جلوگیری کنند، اینها را ممانعت کنند، نگذارند که جای آبادی را و چیز سخت را ویران کنند. قبل اگه میخوان نگذارند جلوتر نگذارند و جلوی رای را به زمین بدن. مردم کسی که نیاز به زمین داری خانه میخواد بسازه بدن زمین برای که هست این برای مردمه و لحظه اینا بدن که خانه بسازند و الله تعالی همه را هدایت کنند.